سلام و درودی به پایان با کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. امروز در مورد رقابت سال در وزن سبک UFC میان اسلام مخاچف و الکساندر ولکانوفسکی زیادتر حرف میزنیم. بعد ابدا رفتن حبیب از MMA مثل که در با اصطلاح کمانده حبیب مشکلی های زیاد به میان اومد. زبیره توخوگوف هم در مراسم وزن پرتایی موفق نشد و هم از یک دبوتانت مسابقه شکست خورد. اسلام مخاچف باشد مشکل ترین رقابت کاریرش را پشت سر کرد. هرچند داوران با پورگی برتریت را بر جانب مخاچف دادند، ولی اکثریت مخلصان برانند که غالبیت حق حلال ولکانوفسکی بود. حالا با چنین سوالها رسانه‌های خبری مقاله می‌نویسند. آیا غالبیت مخاچف از روی عدالت بود؟ این سوال نه تنها در پایگاه خبری همچنین در شبکه‌های مجازی مورد محاکمه بشمار قرار گرفته بود. از این روی UFC بعداً سند یا خود پروتکل رسمی داوران رقابت را رسانه‌ای کرد که آنجا واقعاً داوران برتری را بر ازگر کافکازی داده بودند. از روی نتیجه خالها و امتیازهای دیگر مخاچف واقعاً برتری داشت. اسلام واقعاً در 3 راوند انیقترش راوندهای یکم، دوم و چهارم پورا رقابت را اداره میکرد. این خلاصه داوران اساسی بن کارتلیج، درک کلیری و دیوید لتیوی میباشد. حتی راوند سوم هم قریب به اسلام داده میشد، ولی در این تنها درک کلیری راضی بود. اون دوی دیگر امتیازهای بیشتر را بر ولکانوفسکی دادند. از این رو میتوانیم راوند سوم را هم حق و حلال ولکانوفسکی بگوییم. در راوند پنجم باشد یگان خیلی شبهه نیست. ولکانوفسکی با پورگی مخاچف را پخش کرده بود و هر کار دلش میخواست میکرد. حتی آخر زیر پایهایش پخش کرد و ضربه های زیادی را روان کرد که اسلام مخاچف فقط خود را حمایت میکرد خلاص. اما این ضربه ها و اداره کنی ها برای غالب شدن کفایت نبود. رقابت تا حد به قول شیرین و برابر بود که حتی داور داخل قفس خیلی کم مانع میشد. تنها یک مرتبه وقت ولکانوفسکی انگشت اسلام رو گرفته بود، داور آگاه کرد که این کار او نادرست است و الکساندر هم این رو فهمید و انگشت او رو رها کرد. اپیزود دیگر وقت ولکانوفسکی با پای ضربه نادرست روان نمود که داور رو میبایست رقابت رو منع کند، ولی او در حال در رفت رسم عذر پرسید و مخاچف هم شکایت نکرد. غیر این دو دیگر یگان مشکلات و یا قاعده ویرانکنی در این رقابت نبود. امتیازهای زیاد را در کلوار مخاچف، تیک داون ها و در زمین نگاه داشتن حریف ضم نموده بود. هرچند در راوند پنجم با تمام نشاندادها الکساندر از اسلام مخاچف برتری کامل داشت. با خلاصه داوران مغلوب شدن مخاچف تجربه بزرگ دارد. او از همین 25 رزمی برپا کردهش 9 مرتبه تا آخرین راوند مبارزه برده است و از این در 8 تا 8 دست بالا گردیده است. تنها سال 2011 یک مرتبه با خلاصه داوران او را مغلوب اعلام نمودند که این مغلوبیت در UFC نه بلکه در یک تشکیلات دیگر بود. در UFC او همگی 3 مرتبه تا آخرین راوند رقابت نمود که در هر سه‌اش غالب شد. اکثریت بر آن نظرند که داوران رقابت مذکور مخصوص اسلام مخاچف را غالب اعلام نمودند، ولی چیز دیگر باید فراموش نشود که اگر همین داوران به قول مخلصان از ورزشگران روس طرفداری میکنند، عیناً همینها در رقابت سربحث پیاتر یعنی روس داور بودند که نوبسته از برآمد فعال پیاتر غالبیت را برشان امیل داده بودند. همان وقت حتی رزگران برجسته از قبیل مسویدال، اسپینال و گنری سخودا این را بزرگترین دزدی در تاریخ UFC عنوان داده بودند. چیز دیگری که میتواند شبهه ها را از بین ببرد این مقام داوری بن کارتلیج میباشد که او از سال 2013 در UFC کار میکند و عدالت پرورترین داور در تاریخ UFC اعتراف گردیده است که تا حال حتی یگان مرتبه به اشتباه راه نداده است. او بعدا گفت که احساسات مخلصان را در تالار باید قدر کرد، اما این نمیتواند با امورها تاثیر رساند. حتی زمان چنین یک حالت هم بود که خود دانا وایت به خلاصه این داور راضی نبود و شکایت هم کرده بود، اما خلاصه آخر بر سود همین داور حل شده بود. از این رو کارتلیج همچون داوری به اصطلاح روسی اتوریته باقی میماند. انا همین کارتلیج در 3 راوند برتری را با اسلام مخاچف روادید. خلاص این دیگر جای بحث ندارد. حتی با خود ولکانوفسکی بعد تماشای نوار تکرار اثبات کردند که او واقعا این بازی را باخته بود. خود اسلام هم بعدا به همه مخلصان مراجعت کرد که این به شما پسند است یا نه، ولی من چمپیون جهانم، یعنی با او فرق ندارد که ما و شما
چی اندیشه داریم؟ بعد 10 سال نمیگن که والکانوفسکی پیروز بود اما با اسلام مخاچف دادن. اونا میگن اسلام والکانوفسکی رو شکست داده بود. تا دیروز در رده‌بندی 5 رازگری رقم 1 الکساندر والکانوفسکی بود. امروز باشد این موقع رو اسلام مخاچف اشغال کرد و همچون رازگری رقم 1 UFC اعتراف کرده شد. تا مخاچف در این موقع از میان روسا تنها حبیب نورمگامدوف بود. اکنون گفتم میتوانیم که نقشه های حبیب نورمگامدوف عملی گردیدن. میراسبر او چمپیون شد و بهترین رازگر UFC اعتراف گردید. اکنون دوامش چی می شود؟ وزن سبک پرسر و صداترین دیویزیون رقابت‌های UFC است. آنجا الیت ها میان خود جنگ میشوند و برای شامل توپ ها شدن باید مرحله باورناکردنی را پس سر نمایی. یعنی نسبت به دیگر دیویزیون ها مشکل تر است. مخاچف برای رسیدن به رقابت جایزوی 10 غالبیت پیهم داشت. کنور باشد در کل کاریرش همگی 10 غالبیت در UFC دارد. حالا لیدران دیویزیون مذکور برای اسلام رقیب ارزنده شدن نمیتوانند. او به قول حضور میتواند چارلز الیویرا، داستین پاریه، جاستین گیجی و مایکل چندلر را شکست دهد، چون آنها در رقابت با خود او و حبیب نورمگامدوف اثبات کردند که تاب و توان و قوت و مدار رقابت کردن با گشتین و تیک داون های قفقازی ها را ندارند. اینجا فقط از میان آنها کنور را میتوانیم استثنا نماییم که در 2 وزن چمپیون است و در رقابت پرتری غیر حبیب دیگر همش را اداره کرده است. حالا کنور را برای او پیشنهاد میکنند و رقیب ارزنده میدانند، اما خود اسلام در این مورد تماما نظر دیگر دارد. او گفته است که من نمیتوانم گفته که کنور به من لازم نیست. میان ما فعلا فاصله خیلی بزرگ است. آدمان دیگر میخواهند رقابت‌های ارزنده و جنگ حقیقی تماشا کنند. باید نامزدهای ارزنده باشد. هر کسی که خواستار رقابت با چمپیون باشد باید در جنگ ارزنده باشد، نه در سخن. ولی اگر UFC میخواهد که این رقابت برگزار شود من رد نمیکنم. مرحمت، گفته است اسلام مخاچف. خلاص واریانت یکم کنور مگرگر، گزینه یا خود واریانت دوم برای اسلام خیلی خطرناک است. این رازگری رقم 4 دیویزیون بنیل دوریوش می باشد که 8 غالبیت پیهم دارد و در گرپلینگ نیز همتا ندارد. مهمه همین سال قرار است دوریوش با الیویرا برای نامزدی رقابت نماید. در صورت غالبیت او میتواند به طور اتوماتیک با اسلام رقیب گردد. انا بنیل واقعا رقیب ارزنده اسلام است. خلاصه کلان دیگر فکر آینده را نماید که مخاچف را باز که شکست داده میتواند. برازی بودن و نبودن ما و شما دیگر هیچ چیزی عوض نمیشود. اسلام مخاچف چمپیون است. تمام و سلام. از فوتبال میگویم ژرار پیکه در یک بحث رئال و بارسا از ایکر کاسیلیاس شکست خورد. ایکر کاسیلیاس از ژرار پیکه درباره خطاگوی داوری با نفع رئال مادرید و بارسلونا بحث کردند. پیکه بازی رئال مادرید با الچه را در موسم 2012-2013 در لالیگا به یاد آورد که داور آخری سزار مونیز فرناندز در یک اپیزود بحث برانگیز با پپه پنالتی تعیین کرد و کریستیانو رونالدو آن را به هدف رسانید. پیکه پیسخندزنان گفته است که همین پنالتی شرمنده ترین لحظه در تاریخ رئال مادرید یا یکی از آنهاست. کاسیلیاس همچنان به این پیسخند پیکه جواب گرداند که حتی پیکه گفت دیگر نمیخواهد بحث را ادامه دهد. کاسیلیاس با بازی نیمه نهایی لیگ چمپیون‌ها در موسم 2008-2009 میان بارسلونا و چلسی که در رفت آن سرداور توم خنینگ اوربه با یک قطار خطاهای جدی راه داده بود اشاره کرد و گفت که شرمنده ترین بازی میان بارسلونا و چلسی بود. آنجا داور میدان تا حد اشتباه کرده بود که حتی پنالتی 100% را که توپ در داخل جریمه‌گاه به دست پیکه رسیده بود تعیین ننمود. پیکه در نوبت خود در برابر مهمانان دیگر از سخنان کاسیلیاس خندید و بعد از آن اظهار داشت که نمیخواهد بحث را ادامه دهد. یعنی قائل آمد که همان وقت واقعا بارسلونا با کمک بازیگر 12 یعنی داور چلسی را شکست داده بود. دولتعلی عبدالجبار، سهراب موسیف، شوکت میراحمدوف اینها بودن غالبان بازی برای پیشگویی رقابت اسلام مخاچف و الکساندر والکانوفسکی. این نفرها میتوانند طریق رقم‌های تلفنی در زیر اکران با ما در تماس شوند و تحفه‌های خود را بگیرند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.